من از یک جای خبر شدم که خودت بسیار خوب میتونی تقلید آواز بعض از آوازخوان‌ها رو بسیار خوب در بیاری. خب ما به خاطر از اینکه برنامه جالب شه پیدا میکنیم میگه پاره خبر شدیم که چند آواز بسیار نگوی مرا که دیگه ما بکنم کاره. این کارو بکنین، جالب است. میخوایم ببینیم چقدر مهارت دارین. خب میکنم به شرطی که شما باز تشخیص بدین که درست است. شما بخوانین من تشخیص میدم کی است. همین مایک درست است یا مایک دیگر است؟ بله درست است. درست. بگیریم. محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتاپ سے نوی محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتاپ سے نوی تولش بتاپ سے جاڑما تھات پاکلا نغوالما محبت کسری لمبی لمبی نوی لیونی بتاپ سے نوی. جالب خانم نغمه بسیار عالی بود. تشکر. اما دوست دارم خانم نغمه را واقعا این آهنگشون بسیار زیباست. خب دیگه بعدی باز برم. بله. ای شب تو بروزگار من میمانی. چی میگن؟ گل سیب میار. ای شب تو بروزگار من میمانی گل سیب میار. شب کجا بودی گل سیب میار پیش یار خود گل سیب پیش یار خود گل سیب میار. وا وا گل سیب گل سیب گل سیبم گل سیب نام خدا. جالب بود. آریانا جان بعدیش شناختید؟ بله بسیار کم شما شناخته باشید. خب بعدیش هم بریم. دخترم دختر افغانم من دختری ملک دل ایرانم من دخترم دختر افغانم من دختری ملک دل ایرانم من. مشکن بال و پرم را مشکن مشکن تاج سرم را مشکن. جالب بود. جالب بود. شما تشخیص بدید کی است؟ مجده جان بفرمایید. این هنرمند آخری را تشخیص بدید کی است. بفرمایید. من انتظار آمدنت می نگو بیا دل گشت ازار آمدنت می نگو بیا دیگر نمانده در دل غم آشنای من صبر و قرار آمدنت می نگو بیا صبر و قرار آمدنت نگو بیا. عالی بودی. یک جان سپاس. ما فقط میخوایم که یادآور شم که هنرمندای عزیزی را که ما آهنگایشان به اصطلاح تمثیل کردم مرا ببخشید به بزرگواریتان کلتان دوست دارم. واقعا از علاقه زیاد میشه که آهنگایشان زیاد بشنوی در گوش آدم میشینه. دیگه خدا کنه خفه نشه. فایده نمیکنه عزیزا. اگر غزال جان از اینجا خارج شد و چیز اتفاق افتید مسئولیت چطور نداد. چرا